سلام و عرض ادب خدمت دوستان محترم. امیدوارم حال همگی خوب باشه. این بار صحبتم راجع به مصرفگرایی افراطی هستش و اینکه چطور این پدیده به یک سبک زندگی تبدیل شده. توی خیلی از جوامع امروزی مردم به صورت بیرویه و بیش از حد به مصرف کالاها و خدمات میپردازن. اما چرا این اتفاق میفته و چه عواملی توی شکل‌گیری این رفتار نقش دارن و مهمتر از اون چه پیامدهایی برای جامعه و حتی فرد به دنبال داره؟ توی دنیای مدرن مصرفگرایی به عنوان یک هنجار اجتماعی پذیرفته شده. خیلی از ما روزانه کالاها و خدماتی رو خریداری میکنیم که شاید نیاز واقعی به اونها نداشته باشیم. اما چرا مصرفگرایی تا این حد توی جوامع امروز گسترش پیدا کرده؟ یکی از اصلی ترین دلایل گسترش مصرفگرایی تبلیغات و رسانه ها هستند. تبلیغات دائما به ما القا میکنن که برای بهتر شدن زندگی یا رسیدن به خوشبختی باید کالاها یا خدمات خاصی رو خریداری کنیم. این پیام ها به طور غیر مستقیم به ما میگن که هویت و ارزش فردی ما به اون چه میخریم و مصرف میکنیم وابسته استش. تلویزیون، اینترنت و حتی شبکه‌های اجتماعی پر از تبلیغاتی هستند که با ما میگن اگر یک تلفن همراه خاص، لباس که برند معروفی داشته باشه یا خودرو لوکسی نداشته باشیم از دیگران عقب موندیم. این پیام ها به ما فشار میارن که مصرف کنیم تا به نوعی برتری دست پیدا کنیم. توی خیلی از جوامع مدرن مصرف کالاها و خدمات به نشانه‌ای از موفقیت اجتماعی تبدیل شده. افراد از طریق خرید کالاهای لوکس و مصرفی سعی میکنن وضعیت اقتصادی و اجتماعی خودشونو به نمایش بذارن. این فرهنگ مصرفگرایی باعث شده که افراد به طور مداوم در تلاش باشن تا از دیگران جلو بیفتن و به مصرف بیشتر ادامه میدن. افراد توی جوامع مختلف ممکنه با خرید کالاهای لوکس یا نمایش زندگی پرزرق و برقشون توی شبکه‌های اجتماعی به دیگران نشون بدن که موفقن. این فشار اجتماعی افراد رو به مصرف بیشتر و مدام بیشتر سوق میده. مصرفگرایی افراطی خیلی زیاد الان به بخشی از هویت مدرن تبدیل شده. توی گذشته هویت افراد بیشتر بر اساس روابط اجتماعی، خانواده یا شغلشون تعریف میشد. اما توی دنیای الان ما هویت افراد بیشتر بر اساس کالاها و برندهایی که مصرف میکنن شکل میگیره. افراد ممکنه احساس کنن برای پذیرفته شدن توی جامعه باید از کالاها و خدمات خاصی استفاده کنن. مصرفگرایی افراطی نه تنها روی افراد بلکه بر جامعه و حتی محیط زیست هم تأثیرات منفی داره. یکی از پیامدهای اصلی مصرفگرایی افراطی فشارهای مالی روی افراده. خیلی از مردم به دلیل مصرف بیرویه بدهی‌های زیادی به بار میارن که این امر میتونه به مشکلات روانی و اضطراب‌های مالی منجر بشه. همینطور مصرفگرایی افراطی باعث افزایش نارضایتی میشه، چون افراد به طور مداوم توی تلاش برای دستیابی به کالاهای بیشتر و بروزترن و هیچ وقت احساس رضایت کامل نمی‌کنن. خیلی از افراد به دلیل خریدهای بیرویه با بدهی‌های سنگین مواجه میشن. در واقع این بدهی‌ها میتونه فشارهای روانی زیادی ایجاد کنه و افراد رو توی دامی بیپایان از قرض و استرس مالی گرفتار کنه. همینطور این مصرفگرایی تأثیر مخربی هم روی محیط زیست داره. تولید کالاهای مصرفی نیازمند منابع طبیعی بسیار زیاده و مصرف بیرویه این منابع میتونه به کاهش اونها و تخریب محیط زیست منجر بشه. همینطور زباله‌های تولید شده توسط مصرفگرایان و کسایی که از اون کالاها مصرف میکنن به آلودگی زمین و آب و هوا منجر میشه. تولید محصولات الکترونیکی مثل تلفن‌های همراه و لپتاپ‌ها نیازمند استخراج منابع معدنی کمیابه. این فرایند باعث تخریب محیط زیست و ایجاد زباله‌های الکترونیکی خطرناک میشه که برای طبیعت بسیار مضر هستند. مصرفگرایی افراطی همینطور به کاهش روابط انسانی منجر میشه. افراد به جای تمرکز روی ارتباطات عمیق و معنادار بیشتر به دنبال خرید کالا و تجربیاتن. این امر باعث میشه افراد کمتر به کیفیت روابط انسانی خودشون توجه کنن و به طور کلی احساس از خود بیگانگی بیشتری داشته باشن. اما حالا میخوایم ببینیم چطور میشه با این پدیده مقابله کنیم. اولین قدم برای مقابله با این امر تغییر نگرش به مصرفه. افراد باید به این آگاهی برسن که ارزش و هویت اونها فقط از طریق مصرف کالاها تعریف نمیشه.
این آگاهی میتونه از طریق آموزش‌های اجتماعی و فرهنگی، آگاهی بخشی رسانه‌ها و ترویج سبک‌های زندگی ساده‌تر شکل بگیره. سعی کنیم قبل از خرید هر کالا از خودمون بپرسیم آیا واقعاً به این نیاز دارم؟ آیا این خرید به بهبود کیفیت زندگیم کمک میکنه؟ این سوالات به ما کمک میکنه که خریدهای بی‌رویه رو کاهش بدیم و تصمیمات آگاهانه تری بگیریم. یکی از راه‌های مؤثر برای مصرفگرایی افراطی در واقع ترویج فرهنگ مصرف مسئولان است. افراد باید یاد بگیرن که چطور از منابع بهینه استفاده کنن و به جای خریدهای بی‌رویه به کیفیت کالاها و تأثیر اونها روی جامعه خودشون و محیط زیست توجه کنن. سعی کنیم اگر از محصولات پایدار و دوستدار محیط زیست استفاده می کنیم اونها رو بیشتر کنیم. همینطور قبل از خرید به تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی کالاهای مورد نظر فکر کنیم و سعی کنیم کالاهایی رو انتخاب کنیم که طول عمر بیشتری دارن و مصرف منابع کمتری رو به دنبال دارن. یکی دیگه از راه‌های مقابله با این امر ترویج ارزش‌های غیرمادی مثل روابط انسانیه، کمک به دیگران و توجه به کیفیت زندگی. افراد باید یاد بگیرن که شادی و رضایت واقعی از زندگی فقط از طریق مصرف به دست نمیاد، بلکه میتونن از طریق تقویت روابط انسانی و معنادار احساس رضایت بیشتری داشته باشن. به جای تمرکز روی کالاهای جدید و خریدشون سعی کنیم وقت بیشتری رو با خانواده و دوستانمون بگذرونیم. فعالیت‌های مشترکی مثل سفرهای ساده یا شرکت توی فعالیت‌های اجتماعی میتونه ما رو از این چرخه مصرف بی‌رویه دور کنه. مصرفگرایی افراطی یکی از ویژگی‌های برجسته جوامع مدرنه و تأثیرات عمیقی روی افراد و جوامع داره. این پدیده نه تنها فشارهای مالی و روانی ایجاد میکنه بلکه روی محیط زیست هم اثرات منفی داره. اما با افزایش آگاهی، تغییر نگرش به مصرف و ترویج ارزش‌های غیر مادی میتونیم از این مصرفگرایی بی‌رویه فاصله بگیریم و زندگی متعادلتر و معنادارتری داشته باشیم. سپاسگزارم از توجه شما.